الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله و اصحابه و من والاه. درس امروز ما از فقه جهاد در نسبت مراحل تشریع جهاد. برای هر یک ما و شما معلوم است که در عهد مکی نبی صلی الله علیه و سلم امر شده بودند بر عفت و صبر، استقامت و تحمل اذیت‌ها و مجادله کردن با آن راهی که بهترین راه است و صبر و استقامت کردن، و امر شده بودند اینکه جهاد کنند با کفار، در مقابل کفار با حجت و بیان، و امر نشده بودند در اون وقتها اینکه جهاد کنند با بدن، با شمشیر، که الله متعال فرمودند واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. الله متعال در این آیه قرآن نبی صلی الله علیه وسلم را امر میکنه که صبر کن بر اون چیزی که اونها میگن و اونها را بگذار یک گذاشتن خوبی. و همچنین الله متعال در دیگه آیه قرآن فرمودن ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. در این آیه قرآن الله متعال امر میکنه نبی صلی الله علیه وسلم را ای که دعوت کند اونها را به طرف راه پروردگارش با حکمت و موعظه حسنه و جهاد کنه با اونها بر راه بهترین، و خبر میده نبی صلی الله علیه وسلم را این که پروردگار تو دانا است در نسبت او کسی که گمراه شده است از راه الله، و همچنین دانا است در نسبت او کسی که هدایت یافته است. شیخ اسلام ابن تیمیه میفرماید که فکان نبی صلی الله علیه وسلم فی اول امر مأمورا ان یجاهد الكفار بالقرآن جهادا کبیرا. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم در اول امر، در ابتدای امر شده بودند که جهاد کنند در مقابل کفار با قرآن، جهادی کلان، که الله متعال فرمود فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. یعنی اطاعت نکن کفار و جهاد کو در مقابل آنها جهادی کلان. و نبی صلی الله علیه وسلم مأمور با جهاد کردن به نفس، بل امر شده بود که یکی جهاد کنه به زبان، با قرآن، و سبب عجز مسلمین. تدریج تشریع جهاد با نفس در راه الله در سه مرحله ذکر شده است. مرحله اول الاذن القتال فی سبیل الله دون ان یفرض، یعنی اجازه قتال در راه الله غیر از اینکه فرض شده باشه، که الله متعال در سوره حج آیه 39 فرمودن اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله. نه اجازه داده شد برای اون کسانی که نکشته شدن و از خانه‌هاشون بیرون شدن، ظلم شدن بالای سرشون، برای اونها جهاد قتال اجازه داده شد و الله در نسبت نصرت اینها قادر است. آن کسانی که بیرون کرده شدن از خانه‌هاشون بغیر حق، مگر ای که گفتن که پروردگار ما الله است. بعضی از سلف فرمودن که این اولین آیه قتال یعنی جهاد است که نازل شده است. این بود مرحله اول، که در مرحله اول اجازه داده شد از طرف شرع برای مسلمین قتال را، به خاطری که اونها ظلم شدن و بیرون کرده شدن از خانه‌شان. سبب بیرون کردن و ظلم شدن این بود است که اونها میگفتن پروردگار ما الله است. و امروز هم در این زمانها، در زمان ما و شما همه چیز هم هست، کسی بگه پروردگار ما الله است، از حقیقتا خالصا قلب، از قلبش او از وطنش بیرون میشه یا زندان میشه یا اسیر میشه. مرحله دوم الامر بقتال من قاتل مسلمین من الكفار والکف عن من کف عن قتالهم. مرحله دوم یعنی امر شده مسلمانایی که قتال کنند با همون کسانی که قتال میکنند در مقابل اینها، و دست بردارن از اون کسانی که قتال نمیکنند در مقابل مسلمانها. میتونیم این مرحله را یاد کنیم به اسم مرحله دفاعی، که الله متعال فرمود
دلیل برای مرحله دوم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. قتال کنید در راه الله آن کسانی را که قتال میکنن شما را، یعنی شما را به قتل میرسونن، شما اونها را به قتل برسونید و زیاده روی نکنید. هر آینه الله دوست نمیدارد زیاده روان را. مرحله سومین الامر بقتال جمیع الكفار، امر شدن مسلمان هایی که قتال کنن تمام کفار را. ابتداءً به قتال هر کجایی که باشن تا اینکه اونها اسلام بیارن یا اینکه جزیه بسپارن، یعنی جزیه پرداخت کنن با دست خودشان و اونها ذلیل باشن و سرخم باشن در مقابل شریعت الله و داخلشان در حمایت مسلمین که الله متعال فرمود فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قرطبی در تفسیر خودش میفرماید که و اذا انسلخ الاشهر الحرم ای خرجه، زمانی که بیرون شد ماهایی که در او قتال جایز نیست، زمانی که این ماها بیرون شدن فقتلوا المشرکین، بکشید مشرکین، امن فی کل مشرکین، آمد در حق مشرک قتال، او سلاح برداشته است یا نبرداشته است. حیث وجدتموهم، هر کجایی که اونها رو یافته، این هم عام است، فی کل موضع، در هر موضع، در هر کجایی که یافته، در آمریکا میویش، در افغانستان میویش، در تاجیکستان میویش، در پاکستان میویش، در هر کجایی که یافتی کافر را، مشرک را به قتل برسون. این سه مرحله بود که در نسبت تشریع جهاد به نفس در راه الله بیان کردیم برای شما. آگاه باشید که مرحله اول اذن برای قتال بود، مرحله دوم امر قتال با همراه اون کسانی که قتال میکنند در مقابل مسلمین، و مرحله سوم امر قتال تمام کفار با همین ادله هایی که ذکر کردیم. و این طرح آگاه باشید که مرجئه ها، اهل ارجاء، سه مرحله رو با دیگر مخلط میکنن، یکیش در جای دیگرش میگذارن و دیگرش در جای دیگرش میگذارن. وقتی که ما اگر مشرکین را قتال کنیم که او در مقابل ما قتال نمیکنه، اون رو بکشیم، مال اون را به غنیمت بیاریم، مرجئه برای ما شکایت میکنه که الله در اینجا فرمود که ولا تعتدوا، شما زیاده روی نکنید. اما برای شما بیان نمیکنه که جهاد بر چند مرحله نازل شده، آیات های جهاد، حکم جهاد بر چند مرحله بیان شده در قرآن. مرحله سومش برای شما بیان نمیکنن، زیرا که در مرحله سومین اجازه قتال تمام کفار را داده شده است. شریعت برای ما اجازه میده که ما قتال کنیم کفار را، مگر اون کسایی که توبه میکنن، اسلام میارن و جزیه میسپارن و در امن مسلمین میدرین، اینا مگر اون کسایی که استثناء شدگی هستن. مرجئه ها کسایی هستن که غیرت و جرأت دینیشون از بین رفتگی است و کفار را هم چه دوستی خود قرار میدن که لالکای طبری میفرماید ان المرجعیه فی دین ملوکهم، مرجئه ها در دین پادشاهاشون هستن، در دین اسلام نیستن. در این وسط درس شما از زبان ما این لفظ رو فهمیدید جزیه. یعنی جزیه چی معنی داره؟ جزیه جزئی از مال از که گرفته می شود از کفار، از سری هر یک کفار هر سال گرفته می شود، در مقابلی که در حمایت مسلمان ها هستند، در مقابلی که در دارالاسلام زندگی میکنن، از اینها گرفته می شود. سوال اینجا است که آیا گرفته می شود جزیه از مشرکین عرب، از مشرکین عرب جزیه گرفته می شود اصلا از اهل کتاب و یهود و نصارا و کسی که در او شبهه اهل کتاب است، مثل مجوسی ها. اما از مشرکین که عبادت میکنن اوثان را گرفته نمیشه از اونها جزیه، اما اسلام یا اما قتال، یا اسلام قبول میکنن یا کشته میشن. که روایت از قتاده در نسبت آیه قرآن الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، در زیر این آیات قرآن فرمودن که این آیات قرآن دلالت میکنه با مشرکین. اونها مشرکین قریش بودن، اونانی که عهد کرده بود با اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمانی
صلح حدیبیه و باقی مانده بود از همین عهد 4 ماه بعد از روز نحر. پس امر کرد الله نبیش را اینکه وفا کنه به عهدش تا همون مدت یان که عهد کرده بود. اما اون کسایی که نبی صلی الله علیه و آله با امر اونها عهد کردگی نبود، مدت اونها ختم شدن ماه‌های محرم است. هر کسی را که عهدش که ختم شد امر شد نبی صلی الله علیه و آله اینکه قتال کنه با آنها حتی که شهادتی بدن که نیست معبودی بر حق مگر الله و اینکه محمد رسولی بر حق اوست، اینکه قبول نکند از آنها مگر همین چیز را، یعنی یا اسلام یا قتال. امام ابو حنیفه فرمودن که لا يقبل من مشرك العرب الا الاسلام او السيف وتقبل من اهل الكتاب ومن سائر الكفار العجميل جزيه. یعنی قبول کرده نمیشود از مشرکین عرب مگر اسلام را یا یکی سیف شمشیر را یعنی قتال. قبول کرده میشد از اهل کتاب و از تمام کفار عجمی جزیه را. و امام مالک فرمودند تؤخذ من عابد النار والوثن وغير ذلك كائنا من كان من عربي تغلبين او قريشين او عجمين الا مرتد. یعنی جزیه گرفته میشه از تمام از اون کسی که پرستش میکنه آتش را و بوت را و غیر از این کسی باشه نباشه، از عرب و از عجم باشه، عربی تغلیبی باشه، قریشی باشه، مگر یکی مرتد از مرتد جزیه گرفته نمیشه. و امام شافعی و امام احمد حنبل و ابو ثور فرمودن که لا تقبل الا من اليهود والنصارى والمجوس فقط. قبول کرده نمیشه جزیه مگر از یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها تنها. این موضوع امروزه ما در نسبت مراحل تشریع جهاد که برای شما بیان کردیم و همچنین مسئله جزیه و گرفتن جزیه از کی گرفته میشه و از کی ها گرفته نمیشه برای شما بیان کردیم. و در درس آینده ان شاء الله صحبت خواهیم کرد در نسبت اقسام جهاد از حیث حکم و همچنین شروط جهاد ان شاء الله.